چند وقتی است که انجام حجامت به عنوان یک روش درمانی در سراسر کشور انجام میشه، حتی در کشورهای خارج، و ما هم به تبعیت از این نوع درمان این روش رو انجام میدیم. انجام حجامت معمولا بین دو کتف انجام میشه که 20 موضع غیر از حجامت بین دو کتف داریم. در حجامت سر که یکی از مهمترین حجامت ها هست، حدیثی داریم از معصوم از پیامبر صلی الله که افضل الحجامه حجامت الرأس، یعنی بهترین حجامت سره. حجامت سر به خاطر خواص متعددی رو که ازش نام میبرن معمولا بیشتر مورد توجه بوده و در حدیث هم به عنوان حجامت نجات بخش ازش یاد شده. خواصش رو که من یه جمع‌آوری کوچیک کردم: افزایش حافظه از مهمترین خواص حجامت سره، بهبود وضع بینایی هست، همچنین سوی چشم رو زیاد میکنه، رفع خواب‌آلودگی و تنظیم خواب، پیشگیری از سکته‌های مغزی میکنه، همچنین پیشگیری از بیماری به نام پیسی، همچنین رو ریزش مو و حتی روی پوست چهره هم تاثیر داره. از جهت این نوع حجامت رو مطرح کردیم که این موضع انجام قمه‌زنی خیلی نزدیک با حجامت سر و تقریبا همون ناحیه انجام میشه، تقریبا روی ملاج سر، و ما میبینیم که تجربتاً بیمارهایی که انجام عمل قمه‌زنی رو کردن مثل افرادی که انجام حجامت سر رو میکنن همون خواص رو داره براشون. مثلا اینا دچار سردرد نمیشن. یکی از مهمترین مشکلات بیماران سردردهای عروقیه که به خاطر اسپاسم عضلات سر اتفاق میفته و اونا معمولا با حجامت این مشکلشون برطرف میشه. بنده خودم تجربی حس کردم کسایی که دچار سردردهای عروقی معمولا میشدن با این انجام قمه‌زنی یا حجامت برطرف شده و ندرتاً کسی دیده میشه که کار قمه‌زنی رو انجام داده و دچار این سردردهای عروقی بشه. یعنی واقعا تا این اندازه براشون خواص درمانی داشته. توصیه دیگه که هست این که توی انجام قمه‌زنی لازمه مثل بقیه مسائل بهداشتی خب حتی المقدور مشترک نباشه بین چند نفر، اگرم قراره حتما ضد عفونی بشه، اونم به خاطر مسائل بهداشتی که الان بیماری‌هایی که متداول هست توصیه میشه. یکی از دلایل مهم تأثیر قمه‌زنی به عنوان یک عرض کردم ما چون دیدمون پزشکی فقط از این جهت بررسی میکنیم، یکی از مسائل مهم اینه که دفع مواد زائد خون از طریق حجامت موضعی خیلی خوب انجام میشه. قبلا در پزشکی مطرح بود که تمام بدن همه خون گردش میکنه و یک جوره، ولی در صورت که از نظر علمی ثابت شد یک کار تحقیقاتی انجام تو بیمارستان لقمان حکیم تهران که واقعا فرق فاحشی هست بین خونی که در اعضا وجود داره و خونی که در رگ‌ها وجود داره و ثابت شد که حجامت موضعی این مواد سمی و دفعی رو خیلی بیشتر از خون رگ میتونه دفع بکنه و به یه نوعی این حجامت سر هم در اصل قمه‌زنی کار حجامت سر رو میتونه انجام بده. یه مطلب مهم دیدم اینه که افزایش گلوبولای قرمز توی بدن که به یه نوعی به غلظت خون تعبیر میشه، اینا باعث میشه که اکسیژن کافی نتونن گلوبولای قرمز خون در ریه بگیرن. موقعی که اینا به بافت میان به خاطر اینکه مواد اکسیژن کافی رو ندارن نمیتونن به بافت بدن. شخص دچار حالتهای خستگی، کوفتگی، بیحالی، افسردگی میشه یا حالتهای از این قبیل یا حتی اسپاسم عضلات، سردردها میشه. دفع خون از طریق اعضا به شکل حجامت یا همین قمه‌زنی خیلی تاثیر بسیار عالی داره در بهبود وضع اونا و درمانشون، به خاطر اینکه این گلوبول‌ها که دفع میشن بدن نشاط پیدا میکنه و در اصل اکسیژن رسانی به اعضا خیلی بهتر انجام میشه. انجام قمه‌زنی معمولا به استخوان جمجمه آسیب نمیرسونه چون معمولا سطحی انجام میشه، ولی در مواردی که خراشای جزئی رو جمجمه هم داشته به خاطر سفتی استخوان این ناحیه مشکلی ایجاد نمیکنه. ترمیم زخم‌های قمه‌زنی که معمولا شکافای گاهی شاید عمیق هم باشه توجیه علمی نداره،
واقعا به خاطر اینکه بعد از انجام قمه‌زنی معمولا افراد قمه‌زن میرن حمام استحمام میکنن و بعد هیچ مشکلی پیش نمیاد. این توجیه علمی نداره چرا حالا به این راحتی بدون اینکه عفونتی بکنه یا مشکلی پیش بیاد و قطعا از نظر اعتقادی ما این را از برکت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میدونیم. یه موضوع دیگه این که در رابطه با بحث حجامت، الان مهمترین مراکز حجامت دنیا توی کالیفرنیای امریکاست، لندن انگلیس، در پکن و من خودم بارها مریض از کشورهای مختلف داشتم، از هامبورگ داشتم، از ایالات مختلف امریکا داشتم که به عنوان مهمان اومده بودن اینجا. خیلی اونا مشتاق بودن که روش ما رو هم در رابطه با حجامت ببینن و اونها هم استقبال میکنن و انجام میدن و به عنوان یه روش علمی اونجا هست. این